نتیجه فوق‌العاده عالی بود. شما یه بار نگاه کنید. این همون سمتی که پروداکت رو استفاده کردم. اینجا هم که هیچی نزده بودم به موهام. سلام، من مریکام. خوش اومدین به چنل یوتیوب من. امروز قراره که یه تست واقعی داشته باشیم از 2 محصول برند کنتو. میخوام برای اولین بار روی موهای فرفری اینا رو تست کنم. من خیلی این برند رو دوست دارم. اینا دیروز به دست من رسیده. گفتم بیام توی این ویدیو با هم تست کنیم، ببینیم که اصلا ارزش خرید داره یا نه. آخر ویدیو قراره راجع به تجربه‌ای که از برندهای دیگه داشتم مثل آنت جکیز، پینک، لوریل و یه چند تا برند دیگه تجربه هامو باهاتون به اشتراک بذارم. پس این ویدیو رو از دست نده و تا آخر با من باش، چون قراره که خیلی بهت کمک کنه. بریم سراغ معرفی این 2 محصول. اول از این شروع میکنم. این آبرسان بعد از حمام کنتوه که شیباتر و آرگان اویل داره و وقتی که از حموم میان شما روی موهای مرطوبتون استفاده میکنی. ادعاش هم اینه که خشکی رو از بین میبره، خشکی مو رو، وزش رو کنترل میکنه و مو رو تقویت میکنه. برای موهایی که خیلی خشکن یا میخوان وزشون گرفته بشه یا در اثر دکولوره و حرارت زیاد موهاشون آسیب دیده، این ادعا میکنه که برای اون مو خیلی مناسبه و میتونه قشنگ تقویتشون بکنه. برای این یکی کرم ژله و کلا کرم ژل‌ها خاصیت حالت دهندگی دارن. حالت موی شما رو بهتر میکنن، اون وز موها رو میگیره، یه فرم خیلی تمیزی به موها میده و این کرم ژل خیلی بافت ژلی و سفتی نداره. یعنی موی شما بعد از استفاده از این یه حالت خیلی طبیعی و نچرالی داره و اینکه سولفات و پارابن و سیلیکون هم نداره این محصول. حالا اول میخوام از این شروع کنم. موهام میخوام به 2 دسته تقسیم کنم. من تازه از همون اومدم، هنوز موهام شونه نکردم. هیچی به موهام نزدم، فقط تو همون موهام با شامپو شستم. حتی ماسک موی داخل حمومم استفاده نکردم. یه طرف موهام سمت چپ موهامو هیچی نمیخوام بزنم، فقط میخوام شونش کنم. مثل همیشه فقط میخوام این ور رو هیچی استفاده نکنم، فقط موهامو شونه کنم که تفاوتش قشنگ مشخص بشه. جوری موهامو یه ذره از هم باز میکنم و با دستم حالتش میدم. هیچی هم به موهام نزنم. برای این قسمت از موهام میخوام از این استفاده کنم. به اندازه نیاز موهام برمیدارم. یه ذره باید موهام مرطوب کنم. بافتش یه نمه چربه. یعنی من ماسک موهای دیگه که استفاده کردم داشتم که بافتش از این سبکتر و نرمتر باشه. یه خورده این انگار چربه، بافتش سنگینه یه مقدار رو دست، حداقل اینطوریه. یه سری محصولات جذب مو بشن یه خورده بهتر میشن، ولی احساس میکنم یه کوچولو بافتش سنگینه. یه ذره دیگه میزنم. پایین موهام خشک‌تره، به خاطر اول که دستم کرمش پره میزنم رو این قسمت که بیشتر به خودش بگیره. قشنگ همه جای موهامو میزنم. بوی ولی خیلی خوبی داره. چون موهام گره داشت احساس میکنم
قشنگ همه جا نخورده، یه کوچولو دیگه جا داره که بزنم، چون خیلی هم زیاد نزدم. ولی موهامو نرم کرد. الان که دست به موهام میزنم واقعا یه مقدار لطافت رو حس میکنم. محصول بعدی که میخوام تست کنم این کرم ژل است. یه بافت چقدر بوش خوبه. یه بافت اینطوری داره، بیشتر انگار کرمیه. خیلی بوش خوبه. بوی یکی رو من بیشتر دوست دارم. یه مقدار به اندازه که بر موهام مناسب باشه میزنم. فعلا اول اینقدر بزنم. قشنگ یه نزدیک 4-5 سانت از ریشه موهام فاصله میدم. دیگه به پایین هر چی باشه رو میزنم. بافتش خوبه، خیلی چسبناک نیست، یه بافت لزج داره. موهامو قشنگ اسکرانچ میکنم. اینم از این رو. همین الانم که به موهام دست میزنم اینور یه حالت نرمتر و لطیفتره. من کلا عادت ندارم که از سشوار رو کلا وسیله حرارتی بر موهام استفاده کنم، به خاطر همین میذارم موهام تو حالت طبیعی خشک بشه. حالا تا موهام خشک میشه بیاید بریم یه چند تا محصولی که استفاده کردم و تجربه دارم ازشون بهتون معرفی کنم و بگم که راضی بودم یا نبودم. اگه دنبال یه شامپوی فری سولفات هستین که قشنگ کف سرتون رو تمیز کنه و ساقه موهاتون رو نرم نگه داره و هیچ آسیبی به موهاتون نزنه، شامپوی آنت جکیز مدل کرلالا خیلی شامپوی خوبی بود. یعنی قشنگ انقدر خوب بود که من فکر کنم 6-7 سری پشت هم شارژش کردم و قشنگ کف سر تمیز میکنه. دیدین شامپوی فری سولفات استفاده میکنه احساس کف سر آدم هنوز سنگینه، اون سنگینی رو نداره. قشنگ کف سر تمیز میکنه. ساقه موهاتون هم اصلا خشک نمیکنه، یعنی با خیال راحت حتی به ساقه موهاتون هم میتونید بزنید. حالا من خودم فعلا دارم از این شامپوی لوریال استفاده میکنم. شامپوی خوبیه، اینم قدرت پاک کنندگیش خوبه، مو رو زیاد خشک نمیکنه و در کل اوکی، خیلی اقتصادی تره ولی خب میگم قابل مقایسه با آنت جکیز نیست، ولی خب در کل شامپوی خوبی، ازش راضیم. برای ماسک موی داخل حمومم که بخوام بهتون بگم، من خودم فعلا از این ماسک موی داخل حموم استفاده میکنم، هرپلکس. ولی قبلا یه دونه استفاده میکردم کریم آف نیچر، فکر کنم عسل و شیباتر بود، عکسشو براتون میذارم. خیلی خوشبو و خوردنی بود بوش و من همونجا که داخل همون استفاده میکردم قشنگ دست به موهای خیسم هم که میزدم نرمی موهامو حس میکردم و یعنی قشنگ کلا موهامو نرم میکرد، یه حالت خیلی خوبی به موهام میداد، بوی خیلی خوبی داشت. ولی راجع به این یکی نظرم زیاد مثبت نیست. این بیشتر خاصیت تقویت کنندگی، ترمیم کنندگی داره، ولی با این حال من تفاوتی روی موهام احساس نکردم و اوایل هم اتفاقا احساس میکردم یه خورده انگار حالت خوشی زبری به موهام حتی میداد. الانم حجم خیلی زیادی رو ازش استفاده نکردم با اینکه خیلی وقت دارمش. ازش کلا زیاد راضی نیستم، برای موهای من مناسب نبود و دیگه هم شارژش نمی کنم اینو. و سراغ ماسک موی بعد از حمام که بخوام برم، یه دونه ماسک موی کنتوی شیباتر استفاده کردم، عکسش اینجا میذارم. خیلی خوب بود، راضی بودم ازش. بعد از اون اومدم این ماسک موی پینک رو گرفتم.
یه بوی خیلی خوب نارگیلی داره. بافتش هم این شکلیه، یه مقدار کرمی و شل بافتش. الان بافت این یکی خب خیلی چربتر و به نسبت سنگین‌تر بود، ولی برخلاف بافت سبکی که داشت به نظر من اصلا خوب عمل نکرد و اصلا یه حالت موهامو یه حالت چسبناک میکرد و بدتر انگار وزشون میکرد. یعنی به جای اینکه مو رو نرم کنه و الگوشو مشخص کنه، خیلی من از این خوشم نیومد و خیلی هم بهش فرصت دادم. تو حالتهای مختلفی ازش استفاده کردم، با روش‌های مختلفی استفاده کردم، اما خوب نبود و نصفش هم میبینید که مونده و دیگه هم ازش استفاده نمی‌کنم. و این تجربه های من بود. حالا باید صبر کنم که موهام خشک بشه تا نتیجه خشک هم ببینیم. البته فکر کنم همین الان هم یه مقدار مشخص باشه. این بر خیلی موها مرتب و یه دست و تمیز، اینجا یه خورده انگار داره این وزیاش مشخص میشه. حالا صبر میکنیم تا فاینال ببینیم که چجوری میشه. من بعد از 45 دقیقه برگشتم و میتونم بگم که نتیجه فوق‌العاده عالی بود. شما این بار نگاه کنین، این همون سمتیه که پروداکت رو استفاده کردم. اینجا هم که هیچی نزده بودم به موهام. ببینید چقدر موهامو خوشگل کرده، فرای مرتب و براق و سالم. اما این بر هنوز یه مقدار کدر و وز داره، همونجوری که ادعا می‌کرد وز مو رو واقعا گرفت و موهامو براق و نرم کرده. خیلی ممنونم که تا آخر این ویدیو همراه من بودین. شما هم حتما توی کامنت ها برای من بنویسید که کدوم یکی از این محصولات رو استفاده کردین، یا اگه موهاتون فره چه محصولی بوده که نجاتتون داده. اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایک کنین، چنل رو حتما سابسکرایب کنید، برای دوستای موفرفریتونم بفرستین این ویدیو رو. دوستتون دارم، تا ویدیوی بعدی، چوس.